با سلامی دیگر باره به بینندگان بینید گرامی رادیو زودی و همه اونهایی که این لحظه هم ما را از آزادی ویدیو کانال رادیو زودی در یوتیوب تماشا دارند و شالوگو خوش هستم چون معمول ساعت ده با وقت پراگ با سرخطی خبرهای روز که البته این موضوع ها و بازم موضوع دیگری که تو شروع برنامه به دست ما خواهد رسید بعداً بروش تفصیلات میدهیم در برنامه خبری. از اون شروع میکنیم که رئیس جمهوری تاجیکستان به مناسبت به استفاده دادن چرخه دومی نیروگاه راغون به 42 نفر متخصصان این انشاءات مکافات‌های دولتی سپرده است. پرزیدنت تاجیکستان در این مراسم تاکید کرده است که بنیاد راغون کشور را به استقلالیت کامل انرژتیکی میرساند. ضمن افتتاح رسمی چرخه در روز جشن استقلالیت صورت میگیرد و این شب روز آمادگی ها برای تجلیل از این دو رویداد جریان دارد. البته با جلب هزاران دانش آموزان در معرکه دست جمعی با نام مارشروفکا گزارش خواهیم داشت از پشت صحنه و هم نظر کارشناسان را در این باره. نیروهای تاجیکستان و ازبکستان در آزمایشگاه نمایندگان کشور همسایه مشق نظامی مشترک برگزار میکنند. در این مشق نظامی که در میانه‌های ماه سنتبر صورت خواهد گرفت، قشون‌های زودعمل، خشکگرد، گروه دسانت‌ها و نیروی هوایی و ضد هوایی شرکت میکنند. اما وزارت مدافع تاجیکستان در مورد شماره سربازانی که شرکت خواهند کرد اطلاع نداد و طوری که رسانه‌ها ازبکستان بر اساس معلومات وزارت مدافع این کشور خبر میدهند در این مشق نظامی 200 افسر تاجیکستان شرکت خواهند کرد. برگزاری مشق‌های نظامی در مرز با همسایه‌های نزدیکترین تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان که با این دو کشور صدها کیلومتر خط مشترک سرحد دارد، از نظر برخی کارشناسان بیشتر به خاطر تقویت تجربه نظامی در یک نقطه استراتژیکی میباشد. تنظیم را رعایت کنید. از بیم افزایش با صورت اهالی دولت تاجیکستان برنامه نوی را تصدیق کرد که هدف از آن مانع شدن به حمله ناخواسته در میان صدها هزار زن در کشور می باشد. در این برنامه گفته می شود در تاجیکستان شماره اهالی سال تا سال افزایش یافته، مسئله تنظیم عائله و سالمی رپروداکتیوی اهالی به میان آمده است. متخصصان وزارت تندرستی بر اینند که اگر برنامه نو درست عملی شود امکان می‌دهد در تاجیکستان در مدت 3 سال آینده از 450,000 و از این هم بیشتر تولد ناخواسته پیشگیری شود. در گزارش امروز نظر خواهیم داشت به این مسئله و هم می‌بینیم که امروز خانواده‌های تاجیک به داشتن چند فرزند برتری می‌دهند. دهقانان تاجیک از نرخ امسال پخته روزی نیستند. وضعیتی را که با وجود آمده از کارشناسان هم خیلی تشویش‌آور می‌دانند و میگویند اگر شرکت‌های صادرات کننده پخته نرخ را اندکی نبردارند دهقانان امسال زیان می‌بینند و احتمال سال‌های آینده از پرورش این اشیاء مهم صنعتی دست کشند. پخته یکی از دو محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان و منبع درآمد اسعار خارجی به کشور میباشد و طبق پیشبینی وزارت رشد اقتصاد و سودا امسال در تاجیکستان باید 400,000 تن پخته استحصال شود. چرا این موضوع رو در برنامه امروز مطرح خواهیم کرد و البته امروز پیروزی منتخب تاجیکستان بر قرقیزستان را از دوربین رادیو زودی به شما نمایش میدیم که دیروز در میدان فوتبال دوشنبه به دست آمد. یادآور میشیم که منتخب تاجیکستان در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F با تیم‌های ملی ژاپن، قرقیزستان، میانمار و مغولستان رقابت میکنند. و بینندگان عزیز خبرها و موضوع از این بیشتر رو من در برنامه خبری به شما معرفی خواهم کرد و البته باوری دارم که چون همیشه در پخش مستقیمی برنامه ما رو همراهی میکنید و اگر نشد ثبتیان رو حتما در آزادی ویدیو پیدا و تماشا خواهید کرد. روزی خوب داشته باشید. همه شما رو منتظر خواهیم بود بعد از 3 ساعت دیگر در همین جا.